بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا در توفیق بکشای، نظامی را ره تحقیق بنمای. محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. قاضی دستور زبان وقت سومین جلسه محاکمه پروفسور پوپنک اعلان کرد و پلیس انشا و پلیس املا را موظف ساخت که او را از چاه ذلت و حقارت که در اونجا زندانی بود بیرون آورده و کشان کشان به محکمه بیارنش. پیش از این کرد و پلیس در اونجا برسن، پروفسور پوپنک یک حیله شیطانی سنجیده و بیادر کوچکش ابلیس دستور داد که یک بز دزدی کنه و کشته و پوستش برش بیاره. ابلیس هرچه گفت که لالا پوپنک پوست بز چی میکنی؟ پروفسور پوپنک گفت تو را غرض نباشم، هرچی که میکنم تو پرسان نکو. خوردار کی مانده که ده هر چیز از کلانا پرسان کنن؟ باز خواد دیدی که من چی میکنم. شیطان هرچه فکر کرد به کلش نرسید که پروفسور پوپنک باز چی حیله شیطانی را در کله خود جای داده و شیطان تمام لشکر و سپاه و اولاد خود جمع کرد و از اونا پرسید که آیا میتونین حدس بزنین لالای کلان پروفسور پوپنک این پوست بز چی میکنه؟ هیچ کدامشان، حتی امو زیرکترین و مهیلترینشان نتانست حدس بزنه که لالای کلانشان پروفسور پوپنک چی پلان داره. پروفسور پوپنک بیادر خورد شیطان یک پتکه کرد و گفت برو زود بیار که حال پلیس املا و پلیس انشا خواد رسیدن. من اگر خودم آزاد می بودم تا حال ده ها گوسفند و بز و مرغ دزدی میکردم، چرا که شغلم در زندگی بود. شیطان که اعلان سومین جلسه محاکمه پروفسور پوپنک از محکمه شنیده و برش این خبر رسانده بود، به عجله رفت و یک بز دزدی کرد و کشت و پوست کرد و پوستش برای پروفسور پوپنک آورد. پروفسور پوپنک پوست گرفت و پوشید و مثل بز به 4 پای استاد شد و شروع کرد به بعبع گفتن و به بیادر خورد شیطان گفت که اینه حال ما یک بز هستم و چون پلیسای محکمه بیاین مرا خیال بز میکنن و آزادم میکنن و من فرار میکنم. در این وقت شیطان انگشتای خود دندان میگرفت که اینه شیطان، من هم به خود شیطان میگم. این او راه های شیطانی را پیدا میکنه و او فکرای شیطانی را میسنجه که ما و اولادم در 100 سال مانندش سنجیده و فکر کرده نمیتونیم. به ناحق نام ما به شیطانی و هیلگری و مکاری بد شده. این مکاری هیلگر. پروفسور پوپنک پوست بز پوشید و به 4 پا استاد شد و شروع کرد به بعبع گفتن. پلیس املا و پلیس انشا رسیدند و دیدن که یک بز شاخدار و دمدار اونجاست و بعبع میکنه و میگه به محمد 2 میلیارد پیرو داره و روز به روز هم به تعدادشان افزوده میشه و در هر کشور دنیا دانشمندا، پروفیسرها، ورزشکارا، علما و غیره دین او را میپذیرن و مسلمان میشن و اید جان ما آتش میزنه. به چطور کنم؟ محمد تا زمانی که وفات کرد همه ابلیسا و شیطانا و خونخارا او را میگفتن دروغ میگی و هیچ کس گپ او را قبول نداشت و ما هم از امو جمله هستم که گپش قبول ندارم، اما باز هم دینش عالمگیر شد. به ما چطور کنم؟ یا آتش کینه و حقدی را که دلم در میته چطور خاموش کنم؟ به ما بز هستم، ما پروفسور پوپنک نیستم. اینجا پلیس املا و پلیس انشا که بسیار زیرک بودن فهمیدن که پروفسور پوپنک دسیسه و مکری را برای انداخته و برش گفتن استاد شو. وقتی که استاد شد گفتند ای مکار، ما با مکر و دروغگویی ها و عوام فریبی های تو آشنا هستیم و برش گفتند ای ربوده گوی سبقت راز ابلیس لعین، هیچ شیطان نیست مانند تو مکارین چنین. پلیس املا و پلیس انشا وقتی به پروفسور پوپنک گفتند استاد شو و او استاد شد، گفتند پشت تا دور بتی و او پشتش دور داد. دیدن که دو دم آویزان است، یکی دراز و یکی کوتاه. گفتند این کوتاه دم بز است و او دراز از خودت است و این 2 تا شاخ هم از بز است، چون شاخهای تو در برخورد با صخره حقیقت بسیار وقت پیش شکسته بود و این ریش هم از بز است، چون که ریش تو به اندازه دم گنجشک است. هر دو پلیس با پروفسور پوپنک گفتند برای از بین پوست بز. پروفسور پوپنک ناچار با چشمان گریان از بین پوست بز برآمد و هر دو پلیس در دستاش الچک یا دستبند حقارت و ذلت زدند و او را کشان کشان به طرف محکمه بردند. در این وقت پروفسور پوپنک با گوش شیطان که در همونجا بود چیزایی گفت و شیطان باز هم انگشتش با دندان گزید و از تعجب شاخ کشید. هر دو پلیس پروفسور پوپنک کشان کشان طرف محکمه می بردند
که ناگهان یک کلمرغ بسیار کلان در هوا پیدا شد. این برادر خرد پروفسور پوپنک یعنی ابلیس لعین بود که در اثر توصیه پروفسور پوپنک خود کلمرغ ساخته آمده بود تا پروفسور پوپنک از نزد پلیس املا و پلیس انشار ربوده و نجاتش بده. این کلمرغ یعنی شیطان با چنگالهایش کوشش کرد از کله پروفسور پوپنک بگیره و او را بالا ببره، اما هرچی میکرد نمیشد و چنگالهایش میلغزیدند. چندین بار تلاش کرد اما ناکام شد و پروفسور پوپنک سر بیادر خرد شیطان خار شد و گفت او لوده، هنوزم خام استی و شیطان کامل نشدی. ما در گوش تو کودن گفته بودم که از کلیم نگی که چنگالات میلغشه، چرا که کلیم لشم است. از لنگایم بگی. شیطان که خجل شده بود چون در نزد بیادر کلانش پروفسور پوپنک کم آورده و در شیطنت ضعیف معلوم شده بود، این بار از لنگای پروفسور پوپنک گرفت و او را در آسمان قیل کرد. پروفسور پوپنک لنگایش بالا و کلش پایین در چنگ شیطان بود که پلیس املا و پلیس انشا 4 بالا از شعر علامه اقبال که میگه با پرواز آی شاهینی بیاموز، تلاش دانه در خاشاک تا کی، قرض گرفتند و پریدند و از هر دو گوش پروفسور پوپنک گرفته او را از چنگال های شیطان رها کرده و به زمین آوردند. پروفسور پوپنک این بار هم موفق به فرار نشد و شکست خورد. هر دو پلیس پروفسور پوپنک می بردند که در لوحه یک یونیورسیتی را دیدند که در اون نوشته شده بود ما اینجا به $10 به اسبها دکترا می دهیم. پروفسور پوپنک که در خانه خود یک اسب داشت به پلیس انشا و پلیس املا عذر کرد که به ما اجازه بتین در اینجا یک دکترا برای اسبم بگیرم. البته او قصد داشت که یک دکترا هم برای خودش بگیره و به محکمه بگوید که اینا ما تحصیل کرده استم و دکترا دارم تا محکمه به جزایش کم تخفیف بده. او از بس که به پلیس ها عذر کرد اونا هم قبول کردند و با پروفسور پوپنک به داخل یونیورسیتی رفتند. پروفسور پوپنک به رئیس یونیورسیتی $10 داد و گفت لطفاً به اسب ما یک دکترا بتین. رئیس یونیورسیتی پیسه را گرفت و یک شهادتنامه دکترا را که تیار بود به پروفسور پوپنک داد. پروفسور پوپنک $10 دیگه هم داد و گفت که لطفاً یک دکترا هم برای خودم بتین. رئیس یونیورسیتی گفت در لوحه ندیدی که ما نوشته کردیم که ما تنها به اسبها شهادتنامه دکترا میتیم، نه به اولاغها. پلیسا بسیار خنده کردند و پروفسور پوپنک شرمسار و ذلت زده با پلیس املا و پلیس انشا روان شد. در راه پروفسور پوپنک چند تا چرسی و بنگی و پودری را دید که دود میکردند. پروفسور پوپنک که چرسی و بنگی و پودری است با استشمام دودها بیتاب شد و با پلیس انشا و پلیس املا عذرگزاری کرد که پدرها به من اجازه بتین تا یک دود بکشم، اگر نه دیوانه میشم با شما رفتن نمیتونم. پلیس ها از روی دلسوزی اجازه دادند و او به پیش رئیس چرسی ها رفت. گفت پدرها سلام، یک دود هیروئین یا چرس یا بنگ خوب ما بتین. رئیس پودریا گفت پیسه تا بکش، $10 میشه. پروفسور پوپنک که یک شخص ممسک و بخیل است گفت پیسه از کجا شد؟ ما پیسه میسه ندارم. پدرها یک رحم به ما بکنین که بیخی بیتاب هستم. رئیس معتادا و پودریا گفت پیسه که نداری برو پشت کارت، ما چیزی نداریم که با تو بتیم. پروفسور پوپنک بسیار عذرگزاری کرد که پدرها صدقه تان شوم مرا به محاکمه میبرن، اگر یک دود نکشم نمیتونم بگردم. وقتی که پروفسور پوپنک بسیار عذرگزاری کرد رئیس چرسی ها گفت خی پول که نداری، آیا دین، اخلاق، تربیه، انسانیت، شرم، حیا، صدق، سواد، علم و دانش و عقل و آبرو داری که به ما بتی و دیوازش چرس و پودر بگیری؟ پروفسور پوپنک گفت اینا چیستند دیگه؟ ما در تمام عمر این چیزا را نداشتیم و ندارم که به شما بتم، اما اگر یک دود نکشم من میمرم. پروفسور پوپنک این گپا گفت و عذرگزاری و گریه را شروع کرد. دل چرسی ها با پروفسور پوپنک سوخت و پلیس املا و پلیس انشا هم دیدن که پروفسور پوپنک در حالت مرگ است. اجازه دادن برش که یک دود بکشه. پروفسور پوپنک رفت و با چرسی ها شکم سیر چرس و پودر و بنگ کشید و اندک عقل و هوشی را هم که داشت از دست داد و شروع کرد به دو زدن خودش و خطاب به خودش گفت او پوپنک، او کلکتی خلموک، تو را چی به اشعار حافظ که حافظ قرآن
و نامش خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی است و تو دشمن قرآن و محمد و ملحد هستی. تو را چی به تشریح اشعار بیدل که میگه معنی بلند من تبتون میخواهد، سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کوتل دارم او سرچک شده. تو با این خر لنگ سوادت میخواهی سری کوتل برایی و او را تسخیر کنی؟ این خیال است و محال است و جنون. او کرمغز کودن بی سواد، تو را چی به اشعار مولانا که او عاشق و مفسر قرآن و تو دشمنش هستی؟ تو که مزمر مزمر میگی و سبغر سبغه و حالت آلت و هند اند و سپند سپند و مجمر مجمر و مجمر و هزارها غلطی دیگه داری، چطور میتونی اشعار بیدل و حافظ و مولانا را تشریح کنی که از سویت بسیار بلند است؟ ای بقار خدا، نه من خوب خدا ایمان ندارم، ای بقار ما او شوی، ای دمی کلیت مرغای هوا تف کنن و چلپاسه ها فوتبال بازی کنن. تو برو با همو کلیسایت بشی و نغمه سه خدایی را سر بته. تو را چی به شعر و شاعری و تشریح اشعار بزرگا با قو اخمالک زدن؟ پلیس املا و پلیس انشا ضعف خنده بودند و پروفسور پوپنک همچنان خود دو میزد و سرزنش میکرد تا ای که به محکمه رسیدند. در محکمه شاکیان زیادی آمده و چند دست از طرفداران و پرستندگان پروفسور پوپنک هم اونجا بودند و قاضی دستور زبان جلسه را با این حمدونت زیبا و شیرین نظامی گنجوی آغاز کرد. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلیدی در گنج حکیم، شرف نام نظامی و تو، خواجگی اوست غلامی و تو. و در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت احمد مرسل که خرد خاک اوست، هر دو جهان بسته فتراک اوست. با شنیدن نام مبارک احمد مرسل با جانهای حقیر پروفسور پوپنک و برده های فکریش چنان لرزه افتاد که نزدیک بود قالب تهی کنند و چنان در آتش حقد و کینه سوختند که تو گویی در قهر جهنم تشریف دارند. در این وقت نعره هیبتناکی از بیرون محکمه شنیده شد و لحظه نگذشت که حکیم ابوالقاسم فردوسی وارد اتاق محاکمه شد و از پشت سرش رستم وارد شد که می گفت اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. رستم دستان به مجردی که داخل اتاق محاکمه شد با کمان خود چند بار به سر پروفسور پوپنک چنان کوبید که خلمایش کشال شد و حاضران محکمه غرق خنده بودند و این ذلت و خواری پروفسور پوپنک تماشا میکردند و حاضران محکمه دیدند که رستم دستان چنان پروفسور پوپنک و چند رأس از طرفدارایش که اونجا آمده بودند پتکه میکنه و نعره میزنه که جای خود بسیار ببخشین شاشایشان از ترس برن. رستم با خشم و غضب به پروفسور پوپنک گفت او کتکلی خلموک، ما در کجا گم شدیم که تو میگی رستم گمگشته باز آید به میدان غم مخور؟ در این وقت قاضی دستور زبان مداخله کرد و گفت که جهان پهلوان شما کمی حوصله کنین، نشود که پروفسور پوپنک محکمه را مردار و چتل کنه، باز در وقت پاک کردنش مصرف زیاد میخواه. و همچنان قاضی دستور زبان به جهان پهلوان رستم دستان گفت که آیا شما شاهدی دارین به مبنی بری که پروفسور پوپنک شما را به این شکل توهین کرده؟ گفت بله جناب قاضی، بشنوین. میگم رستم گمگشته باز آید به میدان غم مخور. قاضی دستور زبان به وکلای پروفسور پوپنک گفت آیا شما چیزی بر دفاع از موکلتان پروفسور پوپنک دارین؟ وکیل بشرمی گفت بله جناب قاضی، در حقیقت موکل ما پروفسور پوپنک خودش میگه، یعنی به ملت افغانستان میگه شما غم نخورین که عین رستم زمانه پروفسور پوپنک در میدان میآید و با پاکستان می جنگه و حلق از او را دشنباران میکنه. در این وقت پروفسور پوپنک خود قواره می ساخت و بازوهایش نشان میداد و یگان اکت پهلوانی میکرد. قاضی دستور زبان روی خود به طرف پروفسور پوپنک گشتاند و پرسید جناب پروفسور پوپنک، آیا درست است که شما رستم زمان و جهان پهلوان هستین؟ پروفسور پوپنک در حالی که مغرورانه ای طرف و طرف میدید اما در عین حال از هیبت رستم دستان چیزایش میرفت گفت بله جناب قاضی. قاضی دستور زبان برش خندی برش گفت خی شاهنامه پهلوانی های شما را که نوشته میکنم. پروفسور پوپنک گفت خودم جناب قاضی، من خودم شاعرم هستم. قاضی دستور زبان گفت خی از امو شعرهایی که در توصیف خود گفتین یک چند تاشو بخوانین. پروفسور پوپنک گفت منم پهلوان فریب و دروغ، مگس میشم هر کجا هست دوغ،
منم پهلوان سری دیگ آش کنم لشکر مرچه را پاش پاش. منم پهلوان دغا و فریب گهی عقل دزدی کنم گاه جیب. به چشم گروهی دهم خاک پاش به عقل کسانی کنم گافوا و شینالفشین. همه حاضرای محکمه از خنده سوسو میفتیدند و پروفسور پوپنک شاهنامه خود خوانده میرفت. قاضی دستور زبان گفت بس بی سواد که مردار کدی. قاضی دستور زبان در این جمع پروفسور پوپنک مجرم شناخت و گفت که در آینده جزایش تعیین میشه. در این هنگام غرش شیرهای زیادی شنیده شد که غرش کنان داخل محکمه شدند. اینا شیران وطن و پاسبانهای آن در طول تاریخ بودند که در دفاع از دین و کشور محبوبشان شربت شهادت نوشیده بودند و پروفسور پوپنک اونا را فریب خورده های میدانست که نمی بایست از وطنشان در برابر اشغالگران خارجی دفاع کنند، اما خودش به ملت وعده میداد که خاک شیران باز گردد، خاک شیران غم مخور. شهدای وطن به قاضی دستور زبان گفتند که ایروبا را که مانده که از طرف ما نمایندگی کنه و بگویه خاک شیران باز گردد، خاک شیران غم مخور، در حالی که ما و خونهای پاک ما را به استهزا میگیره و میگه یعنی 43 سال مردم ما اینمی رقم بازی خوردن. قاضی دستور زبان و حاضران محکمه دیدند که پروفسور پوپنک از هیبت شیران وطن ببخشین شاشایش میره کاله به علت دشمنی با مردم، با وطن، با پاسداران و پاسبانان وطن نشه که حال کلمه را بکنن. قاضی دستور زبان در این قضیه هم پروفسور پوپنک به سبب دروغگویی، نفاق، درویی و دورنگی و خاک پاشیدن به چشم مردم محکوم کرد، زیرا او خلاف این شعر یکی از استادان شعر و ادب عمل کرده بود که میگه راستی کن که راستان رستند، در جهان راستان قوی دستند. و قاضی دستور زبان امر کرد که به پیشانی پروفسور پوپنک با خط درشت سیاه این شعر پروین اعتصامی را بنویسند که میگه ای دروغ و شر و تهمت دین تو، بر تو بر میگردد این نفرین تو. در این وقت ابوالمعانی بیدل که از جنایت‌های لغوی و بیسوادانه پروفسور پوپنک دل پرخون داشت، با قاضی دستور زبان گفت جناب قاضی ما بحر سخن هستم و اشعار ما چنان پرمعنی و مشکل هستند که دانشمندان و ادبا و استادان شبها و روزها و ماها و سالها در مورد اشعار و معانی رنگین و دشوار ما فکر میکنند تا با گلزار معانی ما به شکل درست را پیدا کنند و اشعار ما را درست تشریح و تفسیر کنند. اما این بیسواد روی ناشته مکتب گریز ادعا میکنه که اشعار ما را میتونه تشریح کنه و با جهالت تمام چیزهایی را به من نسبت میده که من نگفتیم و لغات موجود در اشعار ما را چنان غلط و نادرست تلفظ میکنه که هر که بشنوه خواهد گفت ای ابوالمعانی بیدل چقدر بیسواد بوده که مثلا مجمر مجمر و مجمر گفته و سپند سپند. قاضی دستور زبان گفت جناب ابوالمعانی آیا شما در قسمت ای ادعایتان و ای جرم و جنایت پروفسور پوپنک شاهد دارین؟ ابوالمعانی بیدل گفت بله جناب قاضی، بشنوین که چی بد کرده. زیبای بیدل اینمی شعر ما را تشریح میکنه گویی بیدل چند صد سال پیش ما را در این شعر تشریح کرده. سوختن، لاله‌زار، رفتن گل از کنار، یوسف بیکس ستوام غیر تو کیست یار من. یعنی برای از اینکه شعر آسان تر مانا کنم یک بیت دیگه از بیدل برای شما میخوانم. و آسانی سپند من نکرده ایجاد خاکستر. این شعر بیدلم که آقای سراهن خوانده که سوخت لاله‌زار من، ایره از بیت پشت سرش باید مانا کنیم که وقتی که میگه آه سپند اسرتم گرمی مجمر ندید، سوختنم امان بس است ناله نکرد کار من. بسیار زیبا میخواه که خود از فکر عقبا بکشه که در فکر جنت و دوزخ هیچ نباشه. بسیار زیبا میگه بیدل تو را به کنج جهنم امارت است. بیدل تو را به کنج جهنم امارت است. جنت نصیب تو شد نشد. یعنی به جای نمیمونی. بسیار یک طنز ظریف و زیباست
و همی که بیدل میگه دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم و یا دست معنا گرفتم و بر آسمان شدم، این توانمندی تنها در بیدل است. ابوالمعانی بیدل گفت جناب قاضی دستور زبان، ملاحظه میکنین که مکتب گریز ولگرد قمارباز چندین غلطی فاحش را در مورد شعر ما مرتکب شده که شرم‌آور است و کسی که غلطی ها را بشنوه خواد گفت که ابوالمعانی بیدل چقدر بیسواد بوده که مجمر میگه که غلط است، همان را اومان میگه که باز هم غلط است و به اصطلاح ایرانی ها غلط میکنه، امارت میگه که باز هم غلط میکنه، سپند میگه که باز هم غلط است و غلط میکنه و شعر مرا تحریف هم میکنه و میگه یوسف بیکسی تو هم، در حالی که ما گفتیم بیدل بیکسی تو هم، و از همه بدتری که مرا مثل خودش دوزخی معرفی میکنه و شعر را به من نسبت میده که در هیچ یک از آثار من نیست، نه در غزلیاتم، نه در عرفان، نه در طور معرفت، نه طلسم حیرت، نه در محیط اعظم، نه چهار عنصر که همه اینا در کابل به شکل درست چاپ شدن. و شعر استاد صاحب تبریزی را که میگه صاحب کسی به رتبه شعرم نمیرسد، دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم، به من نسبت میده و باز همیرم غلط میخوانه و میگه که دست معنا گرفتم و بر آسمان شدم. اگر صاحب تبریزی مرا ببینه و بگه که ابوالمعانی بیدل چرا شعر مرا دزدی کردی، ما برش چی بگویم؟ و باز همین شعر را که به من نسبت میده و همیرم مثل خودش ملحد و دشمن خدا و پیغمبر معرفی میکنه، همیرم غلط میخوانه و مصرع دومش در وزن کوتاه‌تر از وزن مصرع اول میخوانه که بزرگترین نشانه جهالتش است. این ملحد خدا نشناس مرا دوزخی معرفی میکنه، در حالی که من برعکس او که عقیده سی خدایی و تسلیس داره و کشیش است، عقیده توحید دارم و میگم آینه بر خاک زد سن یکتا، تاوان نمودن کیفیت ما. و در مورد رسول اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم میگم محمد صافی آینه قدس، همان سرمایه گنجینه قدس، نوای عشرت نوپرده راز، نشاط محفل انجام و آغاز، زبانم قابل حمد خدا شد که با نام محمد آشنا شد. ما هیچ وقت مثل جاهل بیسواد و دشمن خدا و قرآن و پیغمبر خود ما دوزخی ندانستیم، چون که به لطف و رحم و کرم الهی و شفاعت سردار انبیا معتقد هستم. ما در می رابطه گفتیم تو کریم مطلق و من گدا، چی کنی جز این که بخوانیم؟ در دیگری بنما که من به کجا روم چو برانیم؟ همه عمر هر زدویده ام، خجلم کنون که خمیده ام. من اگر به حلقه رسیده ام، تو برون در ننشانیم. ملاحظه می‌فرمایید جناب قاضی دستور زبان که من در اینجا به خداوند میگم که اگرچه قدم از گناه خمیده و من خجلت زده استم، لیکن من حلقه دروازه رحمت تو را گرفتیم و قامتم مثل حلقه شده، تو مرا از رحمت خود محروم نکو و اجازه داخل شدن به محیط رحمت خود بده. اما این مرا دوزخی معرفی میکنه. و همچنین درباره رحمت الهی و ای که من از رحمت الهی آرزو و امید دارم گفتیم ما همه در سایه ابر کرم خوابیده ایم، تا چه وقت آگاه شود فطرت فضل کردگار. و باز در مورد امید از فضل الهی گفتیم خیر و شری که دارید بر فضل واگذارید، هرچند امید عفو است در کیش ما گناهی است. با عشق غیر تسلیم دیگر چه سر کند کس، در آفتاب محشر بیسایگی پناهی است. و باز هم در مورد امیدواری از رحمت الهی گفتیم نه دماغ دیده گشودنی، نه سر فسانه شنیدنی، همه را ربوده غنودنی به کنار رحمت عام او. و در مورد خجلت از گناه گفتیم آب می گردد گدا از خجلت رب کریم، هم تو خواهی خواست عذر جرمم از عفو قدیم. و از گناهان خود شرمسار استم و در این رابطه گفتیم زین شرم گناه گرم به دوزخ فگنند، آتش عرقی کند که کوثر نکند. و در جای دیگه گفتیم بر خود از غفلت بهشتی را جهنم کرده ایم، گردل از شرم معاصی آب گردد کوثر است. از پروردگار متعال خواستیم که مرا به دوزخ نندازه، بلکه مرا از دوزخ نجات بده. به داد این به هستی متهم رس، تو ای هستی به فریاد عدم رس. من نمیدانم چطوری دشمن سردار انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم
جرأت میکنه که از یک سو با پیغمبری که ما به رسالتش ایمان دارم دشمنی کنه و از سوی دیگه از تصوف ما گپ بزنه. ما در مورد پادری و کشیش مسیحی خطاب به رسول اعظم در یک بهاریه که در اون نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را گنجانیدیم گفتیم اگر یهود و نصارا خدا پرستانند به داغ کفر اسیرند چون توی بیزار، سری که گرم هوای تو نیست شمع صفت ز شعله رگ گردن بسوزدش دستار، دمد ز باغ امیدش به جای رنگ آتش چکد ز دیده کورش به قدر اشک شرار. مشاهده میکنین قاضی دستور زبان که می پادری دشمن پیغمبر خدا کافر میدانم و این شله است که اشعار مرا تشریح کنه. چی پررو و کیستی آدم، این مرا با نهایت پررویی دوزخی معرفی میکنه و من با عجز و بیچارگی به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سردار انبیا رهبر بشریت عذر میکنم که مرا شفاعت کنه. اینه بشنوین. نشسته ایم به یاد تو یا رسول الله، به کنج نیستی از عجز روی بر دیوار، کف امید ز سرمایه نثار توهی، جبینی از عرق شرم ناکسی سرشار، به حسرت نگه عمرهاست میتازیم، چو موج اشک به دوش دل شکسته سوار، ترحم تو اگر دست عجز ما گیرد، سر فگنده ببالد هزار گردونوار، شفاعتت نگهی گر به دور لطف آرد، چکد ودیعت کوثر ز ساغر خمار، به یک اشاره ابرو توان معاینه کرد، هزار حسن قبول از زمایم کردار، نعوذ بالله اگر روی مهر برتابی، چو آفتاب از این ذره های بی مقدار، ز بی کسی همه را خاک نیستیست بسر، ز بی دلی همه را داغ یأس آینه دار. هدایتی تو کسی را که نیست شامل جهد، کشد به قدر عمل خجلت از یمین و یسار، به غیر درس تو علم جهانیان باطل، به غیر حکم تو اعمال انس و جان بیکار، تو هر طرف که هدایت کنی همان قبله، به سوی هر چه اشارت کنی همان دیدار، عطا همان که پسندد توجه کرمت، خطا همان که تو اشرت کنی زهی مختار. میبینین جناب قاضی که بین می مومن و مسلمان و ای کشیش از زمین تا آسمان فرق است. من انبیاء الهی را کسانی میدانم که انبیا صاحب دعوت بودند، صورت و معنی الفت بودند، عمرها از اثر سعی وفاق عرضه دادند طریق اخلاق، تا تو زان شیوه مکرم گشتی، غولیت محو شد آدم گشتی. از دیدگاه ما انسانها در اثر تعلیمات انبیا و پیامبران الهی از حیوانات و درنده ها تمایز پیدا کردند، اما ای اونا را تحقیر و توهین میکنه و باز ادعای ایمان به خدا میکنه. چه وقاحت و چه پررویی. قاضی دستور زبان با وکلای پروفسور پوپنک گفت آیا شما از موکلتان در برابر ادعای ابوالمعانی بیدل دفاع میکنین؟ وکیل بی‌حیایی گفت بله جناب قاضی، این ادعاهای ابوالمعانی بیدل همگی بی اساس هستند و موکل ما پروفسور پوپنک در کلی بیانات و تشریحات خود کاملا حق به جانب است و ما هر یکی را برتان تشریح میکنم. اولی که شعری که موکل ما پروفسور پوپنک به ابوالمعانی بیدل نسبت میده ای از ابوالمعانی بیدل نیست. پدر ابوالمعانی بیدل نمیتونه تو شعر بگوید، بلکه این شعر از ابوالمفاسد خردل است و ابوالمفاسد خردل از روی شکست نفسی این شعر به ابوالمعانی بیدل نسبت داده و اصل شعر این قسم است: خردل تو را به کنج جهنم امارت است، یک طنز اگرشخندی به خود میکنه، میگه خردل دو دنیا دمی کنج دوزخ یک امارت داری و در اینجا باز امارت یک کلبه نیست، یعنی مثل از این که بگوید که یک زندگی شاهانه دم جهنم می داشته باشی، پادشاه جهنم می باشی، یک خانه زیبا دمی خود دوزخ می داشته باشی. باز اگر جنت شد نصیبت خونه، جنت نشد جنت نصیب تو شد نشد. قاضی دستور زبان گفت ای ابوالمفاسد خردل کیست؟ پروفسور پوپنک استاد شد و با غرور گفت من خودم جناب قاضی، من در شعرم از پادشاهی و ملک و املاکی که در جهنم دارم و رفیق ما و رفیق لینن او را به ما بخشیدن صحبت کردیم، اما ابوالمعانی بیدل این شعر از من دزدی کرده. اینه بشنوین سب من شعر خدا تکرار میکنم: خردل تو را به کنج
جهنم امارت است. خردل کنج جهنم امارت است. جنت نصیب تو شد نشد. قاضی دستور زبان با وکیل پروفسور پوپنک گفت که ادامه بده در دفاعیه. وکیل پروفسور پوپنک گفت ای که موکل ما پروفسور پوپنک لغات غلط استعمال میکنه، ای به خاطر فشاری است که چیزهایش روان ساخته، برای که از یک طرف همگی سرش پتکه میکنن که از این پتکه ها چیزهایش میره. رستم دستان از یک سو، شیران وطن از سوی دیگه، ابوالمعانی بیدل و استادان شعر از سوی دیگه و فرهنگا و لغتنامه ها از سوی دیگه. لذا در عین حالی که چیزهایش میره هوش پرک شده و نمیفهمه چی بگویه. قصه موکل من مثل همون شخصی است که برای دزدی در یک باغ در آمد. وقتی باغبان دید پتکش کرد که چی میکنی؟ او جابجا شیشت و آنمود کرد که قضای حاجت میکنه. وقتی باغبان آمد گفت چی میکنی؟ گفت قضای حاجت. گفتی استاد ببینم؟ چون استاد دید که فضله گاو است. گفتی خب قضای حاجت گاو است. گفت تو مرا ماندی که مثل انسان قضای حاجت کنم؟ موکل مرا همی پتکه ها از هر طرف مثل همو انگوردر ساخته که چیزایش میره اما معلوم نیست که مثل چیزای انسان است یا. قاضی دستور زبان از پروفسور پوپنک پرسان کرد که شما چند تخلص دارین؟ پروفسور پوپنک گفت جناب عالی، ما وقتی که شعر میگم خردل تخلص میکنم و با بیانیه هایم وقتی که سایکولوژیکلی مردم فریب میتم و با عقلهایشان بازی میکنم و دروغ پشت دروغ قطار میکنم، او وقت مکار و ترار و کذاب و کفتار و غیره تخلص میکنم. قاضی دستور زبان باز از پروفسور پوپنک پرسید که اگر ابوالمعانی بیدل این شعر از شما دزدی کرده، خیلی چرا در آثار و کتابهاش وجود نداره این شعر؟ پروفسور پوپنک گفت جناب عالی، ابوالمعانی بیدل شعر از من دزدی کرده و در خانهش پت کرده بود. ما رفتم خانهش پالیدم، پیدا کردم. ابوالمعانی بیدل کمی شرمید هم و بسیار بر ما عذر کرد. گفت که همین شعر به نام ما بخوان و ما به نام از او خواندم و تشریح کردم. قاضی دستور زبان با وکیل پروفسور پوپنک گفت به دفاعیه خود ادامه بتین و تشریح کنین که چرا پروفسور پوپنک مجمر میگه، همان عمان، امارت، سپند و چرا اوزان شعری را این قسم ناقص میخوانه؟ مثلا در امی شعرش که میگه خردل تو را به کنج جهنم امارتی است، این مثلش دیگه وزن داره که درازتر است، و مثل دومش که میگه جنت به نام تو شد نشد کوتاه‌تر است که دیگه وزن داره. اینجا در این وقت پروفسور پوپنک از جای خود خیست و گفت نه جناب، ما وزن کردم، هر دو مصرع 2 کیلو بودن. حاضران محکمه به شمول استادان شعر و لغتنامه ها از خندق گرده در شدند از بیسوادی و جهالت پروفسور پوپنک. وکیل بی‌حیایی به کله پروفسور پوپنک یک سیلی زد که شرق صدا کرد. گفت اگر تو میتونستی از خود دفاع کنی، خیلی چرا ما را وکیل گرفتی؟ و همین بود که پروفسور پوپنک در جای خود قرار شیشت و وکیل بی‌حیایی ادامه داد و گفت جناب قاضی، طوری که خودتان شنیدین، موکل ما در جهنم یعنی در دوزخ خانه داره، املاک داره و اونجا پادشاه و شنیده که هوای جهنم بسیار گرم و سوزان می باشه و هم بسیار سرد که زمهریر داره. و موکل ما پروفسور پوپنک یعنی همه ابوالمفاسد خردل اشعار و ویدیوهای خود اولاد خودش میدانه و اونا را هم وقتی که به جهنم تشریف برد اونا را هم با خود میبره. از همین سبب مثل اول شعرشه که همو خردل تو را به کنج جهنم امارتی است می باشه، پتلون پوشانده که لباس زمستانیش در جهنم باشه، چرا که این مصرش کم خنکخور است بیچاره. و مصرع دومشه یعنی جنت نصیب تو شد نشد، این را نیکر پوشانده که نشه تفلک شعرش در جهنم گرمی کنه. و همین کار در مورد شعری که حافظ از دزدی کرده هم انجام داده، چرا که این در اونجا میگه رستم گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، که این شعرش پتلون پوشانده که در جهنم خنک نخوره. و در مصرع دومش باز میگه که گرچه ما در آتش و خونیم غرق، که این مصرعش نیکر پوشانده که در جهنم گرمی نکنه. و اما این که میگین پروفسور پوپنک چرا مجمر سپند میگه، به سبب از ایست که بعد از این که مزمر گفت، شکم سیر از مولانا و خیام و لغتنامه ها لط خورد
او سفره فرهنگیش که در تاجیکستان به سر قبر رودکی هموار کرده بود. از این سبب پروفسور پوپنک از زیر دادن به کلمات دیگه توبه کرده. همین مجمرم با خود فکر کرد که اگر مجمر بگویم نشوه که مثل مزمر شوه و باز یک دفعه دیگه لغتنامه ها و فرهنگ ها طرف ما هجوم بیارن و مرا لطوکوب کنن. این از همین سبب مجمر مجمر میگه و سپند سپند. دی وقت قاضی دستور زبان به سبب این جنایت های لغوی پروفسور پوپنک یا ابوالمفاسد خردل او را مجرم قلمداد کرد و گفت که جزایش بعداً تعیین میشه و با پلیس املا و پلیس انشا دستور داد که تا جلسه بعدی پروفسور پوپنک در چاه ذلت و خواری و حقارت حبس کنند.